ورژین سفر پشته یه چیزی میخواد. من یه میلیارد گیرم بیاد داره خودم از کجا؟ پیامی داره هیچ پیامی نداره. ببین نسل فاطمه دنیا نداره. با آن لبوبو چی مود شده؟ سلام من به تو یار قدیمی یار قدیمیش برای من اصلا مهم نیست. نه خواهم شروع نکردم. خب این دارم تجدید خاطرات منم همون قیافه‌شو کرد تو هم. خب بکنم بعدش گفت یاد چیزم افتادم. بچه‌ها بله سلام کردیم؟ سلام به بیشک خوش اومدی. مدیر سلام با هم راست میگه. نمیتونی. نه با هم نشدش من. بچه‌ها کل حرفم لهجه بوشهری. حتی ترونی تو برو. همین نمیرم. خب ما معمولی داریم حرف میزنیم. ما خیلی لهجه ما غلیظ بوشهری مسخره باش میکنه. کی مسخره میکنه؟ بابا کی مسخره میکنه؟ هی زشت نزنید. مثلا رفتم سر کو به دیدن بزغاله. آره میفهمه کجا میخواره. رفتم سر کو به دیدن بزغاله. دیدم زن کو سیرم تو چشمی ماله. گفتم زن کو سیرم چه معنا داره. کارن تو قضاوت کن. گفتش شوهرم رفته سفر. وی پشت چیشم میخواره. وی امان دل من. دیدم زن کو پشت چشش این چی داستانش؟ نمیشه بگی. نه واقعا این شعر بی‌ادبیه. نه شرم و حیا داشته باشید، خجالت بکشید. میتونی مثبتش هم بگیم. خب نه مثبتش حالا بگیم اصل شعر خب بی‌ادبیه. اصلش با ادبیه. بی‌ادبیه. با داخل خیام کنیم بخونن میگه پشت چیشش میخوره. حالا ما میگیم پشت چنش میخوره. اون لرزه پشت چیشش. حالا درست اون چرا خیلی بهتره نامر. گفتم زن کو سیرم چه معنا داره. گفتم شوهرم رفته سفر پشته یه چیزی میخواد. میخواد. نه پشت دیگه یه چیزی این دومنیش دیگه است. میخورید بنده اینو خدا. میگن. اگه گفتی پشت چی برو بلند خجالت بکش. تمام زمان یک چکی میدن که تو لوله دماغت خون در بیا. نه بچه نمیخواد بگید. اشاره هم بکنید یه ریز هم اشاره کنید ما میفهمیم. زشته نه نگیم. خوش به حیان. بوشهری‌ها خودشون میدونن برای بقیه بگید که حالا بقیه بگید. ما که نمیتونیم بگیم. نه عیبه. من جواب یه سوالی رو میدم شما جواب بدید. شما براش سوال بسازید. جوابشو من میگم سوالش شما. چون فکر کردن نوشابه است. خیلی در اون کلمه چونکو تاکید میکنه. این خوش میخوره. نمیفهمی برو بابا. 25 سالته برو بیرون بابا. زی بکنه. مورتی نداره. مگه چون چی میشه؟ چونه دیگه زیرا. برای اینکه چونه درست میگه چونه واقعا. چونی که تو میگی با چون فرق میکنه. ما بعضی وقتا بهش میگیم قین. ما بهش میگیم آنان. چونه اون قه که تو میگی اون کجایی به قه میگن؟ ما یه قه بیشتر نداریم. ما چند تا قه داریم؟ اینا بابا اینا به قه هم میگن قه. دیگه هرچی واژه‌های درست حسابی تو فرهنگ ما بود به لجنش کشیدن آقا. مرغ. یا دیدی؟ مرغ اینم دیگه. نمیگه. مرغ. خب مرغه. نه بگو. نه چه بگه؟ چه میگی؟ بگو مرغو بگو. مرغ. دقلو. اینا میگن دقلو. غه. اصلا ما اونجوری به خودمون فشار به گام نمیاریم. نمیگیم. چاقو. چاقو حتما. آره. چاقو دوقلو قصابی میشه قصابی ها؟ قزروف اصلا قه و غه رو اینا یه دونه فکر میکنن. اصلا یه دونه است. تو چه جور آدمی هستی؟ جدی دارو میگم تو کی هستی؟ این چه بازی پیچیده با ما شروع کردی؟ آره دیگه دقیقا تو مدرسه هم دوام یه قه گفتن قیافه‌اش فرق میکنه اما تلفظش یه مدل. نه تلفظش خیلی هم فرق میکنه. تلفظش برای ما یه مدل. بعد تهران شده پایین. حالا چرا شما فقط به اونجا بند کردی؟ اونجا رو دوست داری؟ دیگه چیز دیگه نبود که راجع صحبت بکنی، فقط باید راجع به اون چیز صحبت بکنی. پرتقال. آره اینا میگن پرتقال. همینی که اوکی هست. مجرد نمیشتی. چرا؟
همشون مجردن. دروغ نگو دروغ نگو قیقه بره داخل خه واقعا رده سنشون چنده؟ اونا رو دادین رفته 13 سال پسر 13 سال میخوره به. خب چون فکر کردم نوشابه است چی شد جوابش؟ جواب که نه، جواب من دادم سوالش. سوالش الان برو بطری نوشا بیاد واسه چونش پیدا کنم. بی تو چون چرا زیرا؟ هم میگه چرا خوردی؟ چرا اینو خوردی؟ چیو خوردی؟ این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. یه چی میگه خدا کنه ناخونم نرفته. نه خدا کنه ناخونم تو گیریم نرفته. 1 میلیارد. بگو چه با اینکه 1 میلیارد پولی نیست ولی اگه همین الان بهم برسه 1 میلیارد زبون تو ببین لبه 1 میلیارد اصلا پول 1 میلیارد 1 میلیارد اینو هزار فقط میشه باش لباس خرید. لباس هم نمیشه باش بگیری چرا دیگه فقط بریم ما هزینه اسمتون میشه برامو برگردم تا مثلا لباس پوشه رو 4 تا دست لباس هم بگیریم از برندهای خاص نمیتونم ما برند پوشیم. من خانومیام هزینه‌شون بالاه. من 1 میلیارد گیرم بیاد با رفقام میرم سفر. آقا این لولاز خدایی چی بگی آدم؟ شما چرا جمله میسازی با 1 میلیارد؟ چرا داری جمله میسازی؟ خب چون که یهو گفتی 1 میلیارد فکر کردم تو جیبت میشه آقا سعید میشه با 1 میلیارد بزنی تو دهنا. فکر کردی من با پول خر میشم؟ درست فکر کردی. میشه با پول بزنی دهنه بخوردیم. ما تنها جایی که دوست دارم کتک بخورم اینه که اینطوری اسکناس پول که بزنم مشکلی با این موضوع ندارم هیچی نمیکنم در غیر رستوران ژرمن. آره سوال دوست داری با چی بزنم تو دهنت؟ پول 1 میلیارد پول. بله دیگه خب. بچه‌ها من بهتون یه ویدیو نشون میدم. چی؟ گیر کرد با اون بازی نکن اوکی؟ خدا اگه ببینم اینایی گذاشتی. میخوام یه ویدیو نشون بدم شما ببینید که پشت صحنه فکر میکنید چه اتفاقی افتاده. آقا امروز اومدیم خدمت خانواده‌ای که فرزند 13مشون آقا محمد جواد 27 شهریور 1404 به دنیا اومد. این فقط چند روز داره. شما به قیافه زنه نگاه بکنید فکر کنید چه اتفاقی افتاده. شیری وجودش کشیده شده برمیخوره چی اون به بابا اینا چطوری جام شدن همشون یک گوشه این مبل 2 نفره برای چند نفره 15360 آدای صدای داری همسر محترم هاش خانم نگاه کنید مرد و زنه اصلا یه طوری استان شهرستان بم کرمانی‌های عزیز رفسنجانی بمی 1360 71 چند تا فرزند 13 تا عروس داماد هم کردین هیچ کدوم ما یه دونه پسر یه دختر یه دختر رو عروس کردین رفته دیگه بقیه هم 12 تا یه پسر بزرگی هم دارم سرکارم رفتن همون رفتن یه دختری هم دارم که دانشجو به یه دختر عروس کردین یه پسر سر کار رفسنجان یه دخترم دانشجو شغلتون چیه؟ من تو اداره آب کارم اداره آب به اون نگهبان اینجا ها یعنی به غیر از آب نداره مشکل آب نداره تو آب داره نمیبینی آباش با داره برده او مای گاد پدر مادر اینا پشت شما نبودن کمک نکردن من که پدری نداشتم خانم من که نه پدر نه مادر خودتونم سر کار با تمام تلاش یعنی به غیر اداره آبم نگهبانی هم دارین انجام میدین معمولا که بچه زیاد دارن صدا سیما پا میشه بیرون اونجا همه با افتخار جلوی دوربین سر بالا اینجا بابت چرا مردا تو یه کاری نه چون دیگه الان چرا گردن نمیگیری چرا سر خلاف میکنی نه نگه دادون چطوری بسی دوربین بگی ببخشید مزرم جای زندگی کارگر من 13 تا بچه توی اداره آب کار میکنی هر وقت
الان پشیمونه. ملت این همه فرزند داشتین فکر می‌کنین چی شد؟ این همه هزینه‌ها، این هم گرونی‌ها. خب کیا کمک ما میدن؟ کی سفره میندازه؟ یکی از دستش در میاره، 2 تا از دستش در میاره. دیگه 10 تا که از دست آدم در نمیره. این خودش خواسته یه چیزی رو. میگم تویی که خواستی این قضیه رو، چرا خجالت داری میکشی؟ چرا سرت بالا نیست؟ حالا مگه این افتخاره که سرش بالا باشه؟ خب کسی که این کارو میکنه توی این جامعه حتما میخواد یه حرفی رو بزنه، حتما یه پیامی داره. هیچ پیامی نداره، هیچ پیامی نداره. اینه که همکاراش رفته یه جا نشسته گفته آقا ما که همکارمون بچه 13 به دنیا اومده، اونم به این گفته اینم به اون گفته، فک و فامیلاشون که صدا و سیما بودن پا شده اومده آقا میشه ما باید یه ویدیو بگیریم برای صدا و سیما، 1 تومن هم بهت میدیم. حالا ببین جدا از این که ما میگیم فیک و ساختگی، ولی اگه واقعی باشه تو فکر 13 تا بچه کار به فیکشون نداشته باشه. میگم مثلا گیرم هم که هست، دور ریز ندارن. ایناش هم میخواد تیم فوتبال تشکیل بدن. حالا چون که بعضیاش دختر شده دارن به وفور ادامه میدن که پسرم بیاد 12 تا تکمیل بشه بازی. 12 تا تکمیل الان لینک ذخیره هم میتونن. دلار الان چند؟ پوشا که بچه چنده؟ تو فکر کنم رفتم داروخونه خواستم طول استقام ببینم شیر کاشت بگیرم. زنک فیلمو میکنه میخنده میگه که ما شیر بچه آدمیزاد نداریم، شیر بدم 300. خب راست هم میگه. تو فکر بکن چجوریه که حتی یه شیر خشکی ما نمیتونیم درست تهیه بکنیم که بخوایم بچه‌های حالا تازه دنیا اومدن نوزادان رو سیر بکنیم. نمیشونه همه بچه نابزرگ میکنن. زنک خوب شیر میده، هم مشکل آب ندارن، آب قند میدن، آب برنج میدن. حالا فکر میکنید تو این ویدیو داره چه اتفاقی میفته؟ قبلش چیکار کرده و بعدش میخواد چیکار کنه؟ یارو کدوم یارو؟ همین یارو. یارو من استاپ میکنم فقط شما ببینید چی میخواد چیکار کنه؟ حتما میخواد بیفته. نه ببین من فکر میکنم داخل یه باغیه، طرف مثلا اونجا حالا صاحب باغه داره میاد جلو دوربین، حالا ما چیزی نمیدونم، ما مثلا تعریف میکنه آقا ما فلان میوه رو داریم، فلان جا رو داریم، بیایم مثلا به پیجمون سر بزنی، همچین چیزی الان بهش میخوره. اینم میشه ولی میتونه مثلا یهو بیفته دلنگش بره هوا. آره منم با فاطمه موافقم. من فکر میکنم میخواد، چرا اسم میکنم اینجوری نیست، چرا اسم میکنم خواست سورپرایز میکنه امو. من فکر میکنم باغداری و میخواد درمون، یعنی اینطوری به برمیاد از وجناتش. که شلوارش کشید بالا و از وجناتش این شکلی برمیاد. به قیافش هم میخوره. حالا یه برو ببین صاحب باغی باشه و فلانی باشه. دل شده یه کاسه خون به لبم داغ جنون، به کنارم تو بمون مرو با دیگری، اومده دیوونه تو به در خونه تو مرو با دیگری، یاری دیگر داری اگر بی خبر وای من، تا به لبات بوسه زند بعد از این جای من، چشم و دلم منتظره آه من بی اثره، 2 تا چشمام بدره که تو پیدا بشی، من که در این شهر غریب عاشق بی کسم، دونه خود اشک روان شد خدا مونسم. به کنارم تو بمون مرو با دیگری، اومده دیوونه تو به در خونه تو مرو با دیگری. دوستش داشتم امو باحالی ولی انتظارش نداشتم خدایی. خوب خوند، خیلی هم مسخره نبودی امو. خوب خوند اما سورپرایز اون که اصلا هیچ کی فکر نمی‌کرد بیاد آواز بخونه. ولی خیلی هم داغون نبود. مثلا خیلی بخیم بشه. اما هر جا هستی آفرین، ادامه بده. یه چیزی میشه. بی آفرین. بابا خاموری کنسرتاتو ببینیم. الهی آمین. آواسی مناطق محروم بود یعنی محروم نبود، بنده قاضی باغو کوکا. امیدوارم مال خوش باشه، نه بابام بگیره بابام. زن اکی آید خوش آید. آقا این لبوبو چیه مود شده؟ من اوایل ذوقشو داشتم، دلم میخواست که داشته باشم. من که دارم. دیگه انقدر زیاد شده و نمیمونم، احساس کنم یه خیلی خاص شده. ما استیجشون کنم لطفا برام بگیریم تولد من رسید. اصلا من نمیتونم چی داریم. استیج چیه؟ 3-4 ماه دیگه مونده تا تولد فدات شم. تولدامون
استیج نشونت میدم پول بزن به کارتم نشونت میدم چطوری بگیرم بیارم جلو عکسش هم برام بفرستی میفهمم. خب نمیخوام بفهمی میخوام بگیری که من بفهمی رفتم سوپرمارکت خرید کنم استیج داشت این لوابو گذاشته بود تو سوپرمارکت. الان سوال من اینه من این لبوبو یه عروسک خارجی نیست حالا اینه که تو ایرانه ساخته ایران فیک هم همشون خب اصلش هم هست بگم بعید میدونم اصلش نیست چون اصلش تا اونجا که موندونم داخل فکر کنم یکی یا دو تا فروشگاهه که اونم باید صف بکشی بری خودت حضوری بگیری آنلاین هم فروشش نداره اینا فیکن خوندم در موردش آره اینطوری چون که حتی وقتی که میخوای چیزش هم باز بکنی جعبش هم میخوای باز بکنی اون موقعی داری بازش میکنی قرمزه اون چیزی که داری میکشی چیزش میگم بدونه اون چیزه که میکشی سرخه ولی اینطوری معمولیه که مثلا ما الان گرفتیم مثلا اینجوری کارتونش خیلی مزخرفه اینا کام چه میکنن از گنابه سفارش میدن داخل همین بسته چین میسازه چین میسازه آخه اینو خلاص از اونجا سفارش میدن بعد یه چند تا جعبه هم میفرستن مثلا یه کارتون اینقدیه پر تا پر از این لبوبوه کارتوناش هم روشه دیگه خوشم میاد بسته بندی میکنن میلن داخل مغازشون یعنی جوری نیست که بسته بندی شده بفرستن فله میفرستن از فیک کلا فیکه. خب حالا من یه دونه اصلی آوردم براتون یه نمونه اصلی ساده رو میخوایم بکنم من چون که لبوبو دوست دارم کجا اومدی؟ یزدی چند سالته؟ 16 سالمه. چیکار می‌کنی؟ دوست دخترم گفته لبوبو میخوا. چی؟ لبوبو میخوا. لبوبو؟ عکسشو داری؟ چی اینجا دندون مندون این صور قویه چیه؟ میخوام. میخوای؟ یه تا دونه. یه تا دونه. سنده چیز چقدر زیاد شده جاینا. بوی؟ دوست دخترت بازی بود؟ چرا اینجوریه؟ چه شاخهایی داری؟ من خرم. خری؟ خر. قهری؟ لباسم کثیف شد. لبوبو؟ میخواستم برم دیت. تراتو دیدی؟ نه. لبوبو؟ لبوبو؟ دوست دارم بگیرمش این به چه دردی میخوره؟ نه خوشگل شدی باله همچین دوست پسر الان اینو اگه دوست دخترش بهش گفته لبوبو میخوام اومده این کار کرده به نظرم خیلی بیشتر خوشحال میشده دوست دختره تا براش لبوبو میخریدن تو فکر دوست پسر ما با یه کله و شکل بیاد جمع ما اون موقع چی حالا خندنی میخندی میرم میخندی خندنی میخندی ولی میرم خدا بلاکش میکنم دقیقا آدم چی شده ما عاشق اینم خیلی دوستش دارم چنه الان این یارو بخواد بیاد داره میره یا داره میاد داره میره نه بعد ببین این باکس نداره بعد اینجوریش بکنه آفرین این از اون باکس ها میورد که حداقل دکتر آنباکسش بکنن بودم دوست داشتم دقیقا هزینه که الان کلی سیفوکولات و رنگ مسلما و آرنج گرفت سیفوکولاش بکن بیشتر تا این نزدیک گرفت خیلی 600 تومن یه تومن میلادی کنار یه لبوبو میگرفت یه خصیص بدبخت چند من گرفت ببین اون موقع که تازه اومده بود 800 خورده بود ولی الان 300 تومن هم گرفت دو خورده بود اول اومده بود اصلش که فکر کنم 60 تومن خب بعد این چیکار میکنه این لبوبو چی داره همین اگه میگفتین یه چیز لبوبو هم داره اون کیفو میآوردم من صورتی کیفش خریدی نه دم کیفم آویزون که من خرسا که خریدی حالا بچه من نمیدونم میآوردم صورتی دیگه اصلا دارم توجه میکنم بعد بکن خیلی کلیسا کنم رفاقتا بوشاشون برو گم شو بابا برو بزن پاک بیاد بابا بچه هست میکنم خیلی فرزدیم دیگه خب بچه حالا یه چیز دیگه تو الانی که ما داریم خداحافظی میکنیم و تا کلیپ بعدی سوالی که آقا سعید اول کلیپ ازمون پرسید و شما جواب بدید اگه بخواین یه قانون خنده‌دار یا قانون جدی برای کشورمون بذاریم شما چی میذارید؟ برای دنیا دنیا کشور برای دنیا حالا چه فرقی میکنه؟ خلاص کانال ما رو سابسکرایب کنید ویدیوی ما رو لایک کنید ما رو به دوستاتون معرفی کنید به تو من یکی بگم دیگه بفرمایید نمیگم دیگه بفرمایید خداحافظ خداحافظ قد کنی مرزی